با شروع فیلم لانا رو می‌بینیم که از خواب بیدار میشه. لانا یه معلم مدرسه راهنمایی که با همسرش وارد و دخترش راجا زندگی میکنه. بعد از اینکه کمی با دخترش بازی میکنه میره تا 2 صبح کاریشو انجام بده. بعد اونو می‌بینیم که وارد کلاسش میشه و برگه‌های امتحان رو پخش میکنه. قوانین رو به دانش آموزاش میگه و بهشون میگه که اجازه دارین شروع کنین. متوجه میشه که بنی چیزی نمی‌نویسه و بعد از اینکه کمی به هم دیگه خیره میشن، لانا صورتشو برمیگردونه. سلام. به کانال رترو خوش اومدید. اسپویلر پیش روه. مراقب باشید. تو صحنه‌های بعد لانا رو می‌بینیم که میره دنبال دخترش. راجا با دیدن مادرش میره به سمتش و اونو بغل میکنه و بهش میگه که مدرسه خسته کننده بود. لانا میخنده و بعد سوار ماشین میشن. میخواد راه بیفته که بنی رو در حال پیاده‌روی با سگش میبینه. قبل از اینکه راه بیفته برای مدتی بهش زل میزنه. روز بعد اونو تو کلاسش میبینیم. لانا به جرمی که در حال انجام ارائه‌اش زل زده. دوتا از دانش آموزا رو میبینیم که گوشی دستشونه و دارن میخندن. لانا بهشون اخطار میده و میگه که گوشی رو کنار بذارن، ولی دخترها به حرفش گوش نمیدن. لانا بهشون میگه که گوشی رو تحویل بدن. یکی از دخترها گوشی رو بهش میده و بعد اونو کثافت عوضی خطاب میکنه که این باعث میشه همه بخندن. لانا ازش میخواد که به دفتر مدیر بره. بعد از پایان کلاس لانا از پنجره دفتر مدرسه میبینه که بنی جلوی دختری که بهش فحش داده بود و میگیره و بعد از اینکه وسایلش رو روی زمین میریزه دوچرخه‌ش رو خراب میکنه. لانا نظر یکی از معلمای مدرسه رو در مورد بنی میپرسه. لانا ازش میپرسه بنی به تو هم ظلم میزنه، ولی بعد از اینکه متوجه میشه معلم اصلا نمیدونه اون در مورد چی صحبت میکنه بحث رو عوض میکنه. روز بعد لانا به بنی میگه که میخواد تنهایی باهاش صحبت کنه. میبردش توی کلاس خالی و ازش میخواد که بشینه. بنی میپرسه چی میخوای از من؟ لانا بهش میگه که نگرانشه و از کاری که دیروز با هم کلاسش کرد خوشش نمیاد. دستشو میذاره روی زانوی بنی و بهش میگه اگه میتونم یه جوری کمکت کنم بهم بگو، ولی بلافاصله بعد از اینکه میبینه بن به زانوش نگاه میکنه دستشو برمیداره. بنی لبخند میزنه و بهش میگه که فکر نمیکنم که تو میخوای واقعا بهم کمک کنی. لانا بهش میگه که اون نگران آیندهشه چون تو همه امتحانا افتاده. بنی میخنده و به لانا میگه بگو واقعا از من چی میخوای. لانا بهش میگه که الان یه قرار ملاقات داره و قبل از اینکه اونجا رو ترک کنه بهش میگه به چیزایی که بهت گفتم فکر کن. روز بعد لانا مثل هر روز 2 صبحگاهیشو انجام میده و بعد کمی نفس تازه میکنه. بعد از پایان کلاس اون روزش متوجه میشه که بنی کیفشو جا گذاشته. وقتی مطمئن میشه که کسی نگاش نمیکنه، کیفو باز میکنه و پیرن بنی رو میگیره و بو میکشه. پیرنو میذاره دوباره تو کیف و میره تا کمی آب بنوشه. لحظاتی بعد بنی وارد میشه و بهش نزدیک میشه. میخواد که گردن لانا رو ببوسه. لانا هم به سمتش خم میشه ولی منصرف میشه و اونو متوقف میکنه و بهش میگه که این نباید دوباره اتفاق بیفته. بهش میگه اگه کسی متوجه بشه هر دومونو میندازن بیرون. در حالی که لانا داره اونجا رو ترک میکنه بنی از پشت فریاد میزنه و میگه میدونم تا منو میخوای. لانا برمیگرده و بهش میگه که اون نمیتونه احساسی به هیچ کدوم از دانش آموزاش داشته باشه چون همه اونا زیر سن قانونی ان و بعد اونجا رو ترک میکنه. روز بعد تو راهروی مدرسه بنی به لانا میگه که میخواد اونو بعد از مدرسه ببینه، ولی لانا درخواست اونو رد میکنه. به سمت پلا میرن و لانا به خاطر اتفاقی که روز قبل بینشون افتاد معذرت خواهی میکنه. از بنی خواهش میکنه که اونو فراموش کنه و بهش میگه که اون اینو نمیخواد و بعد ازش دور میشه. وقتی میخواد که سوار ماشینش بشه متوجه میشه که آینه بغل ماشینش شکسته و ماشینش پر از خراشه. سوار ماشین میشه و میره دنبال دخترش. وقتی شوهرش از راه میرسه ازش میپرسه که چه بلایی سر ماشینش اومده. لانا بهش میگه که داشت از کنار تیر چراغ برق رد میشد که این اتفاق افتاد. شوهرش بهش میگه که چطوری میتونه تیر چراغ برق روی ماشین خراش بندازه و لانا بهش میگه که هر چیزی امکان پذیره. بارت بهش میگه که هوا سرده و میره داخل. روز بعد لانا از دانش آموزاش میخواد که تقاضانامه شغلی بنویسن و بعد بهشون میگه که اگه سوالی دارین الان وقتشه. بنی یه سوال الکی میپرسه که باعث میشه همه بخندن. لانا از بنی میخواد که بره به دفتر مدیر. بنی دوباره مسخره بازی در میاره که این باعث میشه لانا عصبانی بشه و بهش میگه که گورشو گم کنه. بهش میگه یه جای من اینجاست یا جای تو. یکی از دانش آموزا تخت پاکن رو به سمت لانا پرتاب میکنه که این باعث میشه لانا کلاس رو ترک کنه. اون روز در حالی که داره واسه دخترش کتاب میخونه تلفن به صورت مکرر زنگ میخوره، ولی وقتی لانا تلفن رو برمیداره کسی جواب نمیده. روز بعد تو مدرسه قبل از اینکه وارد کلاسش بشه بنی رو میبینه و پنیک میکنه. میگه که حالش خوب نیست و برمیگرده خونه. تو خونه در حالی که داره غذا میپزه شوهرش ازش میپرسه روز چطور بود. لانا بهش میگه که تمام روز کار کرده و به زودی امتحانات نهایی از راه میرسن.
روز بعد دخترش رو میرسونه مدرسه و بعد به جای اینکه بره سر کار کنار یه رودخونه پارک میکنه و سیب میخوره. بعد میره به یه موزه و بعد از اینکه از نقاشی‌های موزه دیدن میکنه با بنی سر میخوره. سعی میکنه که ازش دور بشه ولی موفق نمیشه و تو آسانسور دوباره با هم برمیخورن. بنی به لانا میگه که دلش براش تنگ شده و ازش میخواد که به مدرسه برگرده. بعد بهش نزدیک میشه و بدنش رو لمس میکنه. لانا سعی میکنه که بنی رو ببوسه ولی بنی متوقفش میکنه و بعد چند روزی میگذره و بعد از دیدن کابوسایی که توشون خانواده‌اش از هم میپاشه، لانا بالاخره تصمیم میگیره که کاری بکنه. تو صحنه بعد اونو میبینیم که سوالای امتحان نهایی رو میدزده و تو جیب بنی میذاره. بعد بنی رو میبینیم که به خاطر دزدی سوالات امتحان نهایی از مدرسه اخراج میشه. تو روزهای بعد لانا رو میبینیم که همش تو فکر بنیه و به خیال پردازی داشتن فان با اون میپردازه. مدتی میگذره و ما لانا رو میبینیم که با دخترش میره به یک کتاب فروشی تا براش یک کتاب بخره. در حال انتخاب کتاب یه لحظه از دخترش غافل میشه و اونو گم میکنه. بعد از 45 دقیقه جستجو بالاخره تصمیم میگیره که پلیس رو خبر کنه. با پلیس دوربینای کتابخونه رو بررسی میکنن و لانا بنی رو میبینه که اونا رو تعقیب کرده بوده و بعد از اینکه دخترش ازش جدا میشه میره دنبالش. در حالی که لانا هنوز تو حالت پنیکه، تلفنش زنگ میخوره. شوهرش بهش میگه که دخترشون پیش اونه. لانا از پلیسا معذرت خواهی میکنه و بعد اونجا رو ترک میکنه. شب اون روز در حالی که همه خوابن، لانا صدای در زدن رو میشنوه و میره تا ببینه چه خبره. فریاد میکشه که این باعث میشه سر و صدا متوقف بشه. لانا در رو قفل میکنه و دوباره بودن با بنی رو خیال پردازی میکنه. روز بعد از خوردن صبحونه با شوهرش میره دم در خونه بنی و منتظرش میمونه. بنی میاد بیرون و سوار موتورش میشه. لانا اونو تعقیب میکنه. بعد از مدتی اونو توی جای خلوت گیر میاره. سرعتش رو زیاد میکنه و با ماشینش میکوبه به موتور بنی و باعث میشه که بنی تصادف کنه و بمیره. تو صحنه آخر اونو میبینیم که با ماشینش یه جای پارک کرده و بعد از تفکر زیاد بالاخره از ماشینش پیاده میشه و فیلم هم اینجا به پایان میرسه. به نظر شما کاری که لانا کرد کار درستی بود؟ کی تو این فیلم مقصر بود؟ لطفا نظرتون رو برام کامنت کنید. امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشین. اگه اینطور بود لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون از شما و تا درودی دیگر، بدرود.